داداش کفش جدیدمو دیدی؟ ببینم چقدر خوشگله. مبارکت باشه. داداش کفش جدیدمو دیدی اصلا؟ الو با تو هم میشنوی؟ یه لحظه خفه شو. خب چته؟ کفشمو که دیدی؟ قبلا هم پوشیده بابا بودی. نو من خریدم. دیده بودم قبلا. چند خریدی؟ 1,200. ریدی. من با 1 تومن یه ماه زندگی میکنم. بازگشایی یه کفش نو. جون مادرت آره. نبود عقب. کی خریدی؟ چرا انقدر کونه است؟ بلد نیستی. میرفتی سلسمان اینا رو همجوری سه تا ریخته رو زمین مردم نمیخواد. اورجینال گرفتم. چی؟ اورجیناله؟ پولدار شدی؟ یه بریم عبدالآباد کارخونه نایکو بهت نشون بدم. نه خدایی خوشگله. این مردونه هم داره یه دونه من بخرم. شیرینی نمیگی؟ هر چیزی که بالا 1 تومن باشه باید شیرینی بدی. خوش به حال تو. بیاری میری کفش میخری برای خودت. پولداری بی دغدغه‌ای. چند وقت کفشم پوشیدم. گفتی چند خریدی؟ 1,200 دیگه. کردن تو اینجا فرو کردن بره. یه کفش خریدی حالا قیافه نگیر اونجوری. این چه آشغالیه پوشیدی؟ داشتینو خیلی کردن تو پاچه. داش صبر کن یه عکس ازت بگیرم خودت ببین خندت میگیره الان. ببین تو اینی الان. خجالت نکشیدی اینو پات کردی اومدی بیرون؟ من کفشتو دیدم ولی شیرینی ندیدم. شیرینی کو؟